این چه کثافتیه؟ پشمان تو میکشم خودمو. اجداد آمریکایی ها کلن 4 دسته بیشتر نیستن و من بچه نشسته اینجا فوش ندیم. برو باید هاری کولا. پنج قرن پیش، یعنی وقتی که اسپانیایی ها طلاهای معادن قاره تازه کشف شده آمریکا رو غارت میکردن، دزدان دریایی انگلیسی اونا رو از چنگشون در می آوردن و بعد هم تقدیم ملکه انگلیس میکردن. خلاصه انقدر ملکه الیزابت خرمایه و قوی شد که مستعمره های وسیعی از قاره آمریکا رو گشایید. نهایتا همینجوری بود که ایالات متحده زایده شد. اما یه مشکل بزرگی وجود داشت. مستعمره به این گلاگشادی رو باید با مهاجران انگلیسی پر میکردن. اما خب چجوری؟ اینجوری. تو چجوری اومدی آمریکا؟ والا ما انگلیسی ها انقدر متمدن بودیم که زندانامون پر شده بود از خلافکارای کثیرالپدر. حکومت هم به این نتیجه رسید ما رو تبعید کنه آمریکا. هیچی دیگه، الان اینجاییم. ما هم که استعمارگریم و اومدیم سرخپوست آزادی. چی بگم؟ ما یه گروه مذهبی افراطی بودیم به نام کواکرها. کلیسای انگلستان هم چشم دیدن ما را نداشت، واسه همین تبعیدمون کردن آمریکا. بله. چی بگم؟ خب داستان تو چیه؟ کواکری؟ نه. خلافکاری؟ نه. خب پس کونی شانلده ای پسر. هیچی. مامورای ملکه ما رو مست کردن، بعدم دست کردن، یعنی امضا گرفتن ازمون، تو مستی بیهوش بردن تو کشتی. بعد دیدیم اینجاییم. البته تو کشتی وقتی بیهوش بودیم کارایم کردن. بسه، حالا اونو نمیخواد بگی. نه میدونی؟ نگو دیگه. البته منو کشتن. کات. اصلا بی خیال اجداد آمریکایی ها. یه سری به کپشن بزن، فکت جدید آوردم برات. آره.